السلام علیکم دامنای مهربان. خداوند به مثل شما عالم ها را زیاد کند. خب اینجا در ادرسش گفت است، اکنون من ادرسش نخوانم. دو ملا 5 ماه میشود که برای امامی کردن جنگ و جنجال دارند. ملای اولا 15 دقیقه امر معروف میکرد، وی را مردم از امامی آزاد کردند. ملای دیگر را در جایش گذاشتند. وی باشد در 5 ماه مردم را به خودش جلب کرد و چون که وی از 1 ساعت زیاد امر معروف میکرد. ملای اولا باشد برای جایش را گرفتن بسیار دو دارد. داملا ما مردم حیرانیم از کفای کدام اینها نماز خوانیم. داملا به ما فهمانید که کدام آنها باید امامی کند. التماس در بین مردم خوانید. حاجی مهربان. اگه اینجا در ناحیهش گفته است، همون ادرساشون اشاره کردن، من اشارهش نمیخوانم، ادرسش نمیخوانم، زیرا که جنجالتون ملا این خیلی جای عیب است. هر جایی که نباشد برای همون ناحیه هم شاید صداهای ما به گوش همون ناحیه و به گوش دیگر ناحیه ها رود، بعدا ملامت میشنوند، بعدا شاید که بعضی ها باز اونها را تنقیدم کنند که در ناحیه های شما ملاها برای محراب جنگ میکنند، گفته دیگر ممکن طعنه ها کنند. مثلا مصیبت است نه وقتی که برای محراب برای مسجد جنگ و جنجال می شود. علاوه خصوص ماه رمضان آمده ایستاده است، انا با جنگ ها برای تراویح خواندن زیاد می شود. ملاهایی که مثال گوییم 1 سال در جماعت ها نبودند، به نمازهای جماعت توجه هم نداشتند، حتی بعضی هاشم مردم نمیشناسند، ولی به خاطر 1 ماه تراویح که 4 تنگه از حساب صدقه فطر داده می شود، مثال بیچاره ها کوشش میکنند، سعی میکنند که آمدن نماز مردم خوانند. اکنون یقینا معلوم است برادر عزیز، امروز الحمدلله که من در ذهنهای شما چقدر ذکاوت میبینم. امروز مردم 20 ساله پیش 30 ساله پیش نیست. مردم امروز هر 1 قدمی از انسان در او خلاصه برداری میکنند. هر 1 انسان چی میخواهد در گپ زدنش، البته مردم او را البته درک میکنند، میفهمند. به این خاطر هر کسی که در باره محراب دعوا کرد، یقینا که این معنای خیلی بدی را دارد. برادر عزیز، شما اگر تاریخ خوانید به نام خدا، اکثر مردمی که از خدا میترسیدند برای پیش در آمدن میترسیدند که نماز مردم من میخوانم، اینقدر سهو و لغزش و خطای مردم به ذمه من است، من خودم 1 آدم خطاکار پیش خدا را چی جواب میگفته باشم؟ یا خودش انالیز میکند، مقایسه میکند، میسنجد که تا چه اندازه علم دارد، آیا خودش وی خودش بها داده میتواند، آیا من حقی همون محراب دارم یا ندارم، آیا من قرائتی خوب دارم، آیا قرآن به تجوید خوانده میتوانم، آیا من فرض و واجب و مکروه و مستحب و مباح و دیگر رکنهایی که در داخل نمازم از اینا آیا فرق میکرده باشم یا نمیکرده باشم، آیا من آنچه که دعوای ملاقی دارم در همین دعوای خودم باز عمل دارم یا ندارم. خب آیا فرزندهای من در کدام حالت قرارند، آیا زنی من در کدام حالت است، دختری من در کدام حالت است. خب مقصد همه اینها را انسان چین میکند. انسان باشد اگر چین میکند، خب به خلاصه میاد که همین محراب حقی من نیست، اگر انصاف داشته باشد. و الا اگر همه جهت رو بیند که بله من ارزنده هستم، ولی من برای مردم باید پیشوا باشم، باید برای مردم مثل ما واری آدم دانشمند گوید در کار است، مردم از ما مثل چشمه مردم نوشیدن گیرد. گفته اگر حقیقت داشته باشد، البته محراب حقی است. زیرا محراب برادر عزیز این خود معنای حرب دارد، جنگ با شیطان. اینجا انسان ایستاده و با شیطان می جنگد.
انسانی که پیشوا شد دیگرها پیرو به ایشان میشوند، میبینند که هر یک لباسی او را، سر و ریش او را، خاندان او را، قدم زدن او را، هر یک عمل او را دیده برای خود اونها عمل او پیشوا را عمل دائمی خود قرار میدهند. بر همین برادر عزیز و گرامی، یک حدیث پیامبر خواندم که کسی برای وظیفه تلاش کرد و یا در وظیفه نگذارد که وی غرض شخصی دارد. تلاش شد، وقتی آدم دو کرد، تلاش کرد، حتمی چی مقصد دارد. الان خصوص برای محراب برادر عزیز، این باور که جای خیلی تعصب است که انسان برای محراب دو کنه.